سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز با یه ویدیو تقریبا متفاوتی دوست داشتم در خدمت شما باشم که هر از فکر میکنم چند سالی دیگه تقریبا یه چنین ویدیوهایی رو سعی میکنم برای سرگرمی و حالا هدف اصلیش شاید آموزش باشه تهیه بکنم که فکر کنم آخرین باره که اینو یه چیز شبیه این درست کردم در مورد شیت کوین فانتوم بود. فکر میکنم که حالا فکر میکنم عنوانش ارتش فانتوم بود. بیشتر هدف آموزش هست، چون دوست دارم یک سری ترم‌ها، یک سری کانسپت‌ها، یک سری واژه‌هایی که شاید معنیش در اذهان عمومی یک تعریف دیکشنری وار باشه، ولی واقعیت و روش استفاده ازش یا جایی که درش استفاده میشه یا در بزرگنمایی که درش داره میشه یک آموزشی نیاز هست تا افراد در واقع با داشتن این اطلاعات بتونن اگر یه متنی رو میخونن خروجی که ازش در واقع استنتاج میکنن یک خروجی به واقعیت نزدیکتری باشه. یعنی هدف این ویدیو اینه. حالا شاید داخلش چاشنی طنزم باشه، چون من کلا فکر میکنم این طنزه یک جورایی کمک میکنه که آموزشی کمی راحت تر باشه. عنوان این ویدیو رو نمیدونم چی بذارم، فکر میکنم موقعی دارم آپلود میکنم عنوان فکر میکنم تست هوش برای سرمایه گذاران ریپل باشه به جای ارتش ریپل. این تست هوش چیه و در واقع چی رو میخوایم ثابت کنیم؟ فقط میخوایم خلاصه ماجرا اینه که میخوایم در مورد ریپل مارکت کپ مالتیپلایر صحبت کنیم. این مارکت کپ مالتیپلایر یک کانسپتی است که برای بیشتر کریپتو اسست ها میشه در واقع محاسبهش کرد. روش محاسبهش میتونه چند روش متفاوت باشه. ما سعی میکنیم اون محاسبه‌ای که از داده‌های آنچین استفاده میکنن رو مبنا قرار بدیم، ولی میتونیم برای همه اسست ها حسابش کنیم و این خودش یکی از مفاهیمی هست که کمک میکنه بفهمیم چرا یه چیزی پامپ میشه، چرا یه چیزی بعد از اینکه بازار خرسی میشه حالت نزولی پیدا میکنه. به سختی تقریبا تمام شیت کوین ها به سختی توی سایکل های بعد میتونن جفت بیت کوینی سعودی داشته باشن. این رسوب سرمایه در بازار خرسی داخل این کریپتو اسست ها چیه معنیش؟ بریم سراغ این که چه توییت یا چه مفهومی باعث شد که من تشویق بشم این ویدیو رو صحبت کنم. یک توییتی بود خیلی دست به دست شد. حالا من بیشتر کسایی که حالا آدمای معروفی که به انگلیسی در مورد صحبت کردن رو دیدم، ولی فکر میکنم یعنی بعید میدونم جامعه فارسی در مورد صحبت نشده باشه، مخصوصا کامیونیتی ریپل یا کامیونیتی هر آلت کوینی که معمولا در واقع نراتیو اصلی تو اون سایکل داشته. معمولا کامیونیتیش خیلی سریع هست در ترجمه و انتقال این داده ها، که خب روی کاغذ چیز بدی نیست انتقال داده. متاسفانه این فرهنگ اعتماد به مترجم ها در شکل و قامت فینفلوئنسر ها هست که داره ما رو اذیت میده، وگرنه اون ترجمه کردن و انتقال داده کار جذاب و خوبیه. فقط متاسفانه اون مترجمه اون بخشی از مغزشو که باید بررسی کنه این چیزی که داره ترجمه میکنه واقعا چقدر مطالب درست هست، چقدر به واقعیت نزدیکه، کلا خاموش میکنه، چون دوست داره سریع مطلب بعدی رو که معمولا مطالب به شدت حالا تشویق کننده به خرید هست رو ترجمه کنه تا عقب نیفته. کاری دیگه به صحت و اصطلاحاً میگن که میگنجه یا نمیگنجه دیگه کاری نداره. این توییتی که خیلی داشت بحث ایجاد میکرد یه توییتی بود که خیلی جذاب میومد در واقع نشون میداد اوردر بوک. حالا توضیح میدیم که یک صرافی توی این ویدیو به نظر میرسه، ولی معلوم بود که کاملا نمایشی هستشون. اگر اوردر بوک طرف اسک اوردر بوک رو ما شروع کنیم فیل کردن، یعنی چی؟ یعنی تمام کسایی که ریپلی تو اوردر بوک گذاشتن برای فروش، میکرها، یک تیکر یا یک کسی که صاحب پول هست بیاد در یک زمان ثابت شروع کنه به پر کردن اوردرهای فروش، قیمت ریپل قراره حالا مارکت کپ ریپل قراره تا یک جایی اوردر سایز مثلا میگه اگر ما در انتهاش بریم، انتهای ویدیو رو من حالا استاپ بکنم، میگه اگر که همینجوری اوردرها پر بشه حدودا فکر میکنم تا 10 بیلیون دلار هست اوردر بوک در واقع 10 بیلیون. میبینیم ما تو حدود فکر کنم اوایل ویدیو 100x، اول ویدیو حدود 178 تا یه جای دیگه تا 1000 هم میره بالا. میگه مالتی پلایر ما بین 100 تا 1000. یعنی چی؟ یعنی به ازای هر یک دلاری که داخل اوردر بوک اومده و اون اوردرهای فروش میکر رو پر کرده، اثرش ایمپکتش روی مارکت کپ
چون این قیمت رو فرض کرده اوردر بوک میره بالا، این اوردر پر میشه، اوردر بوک میره بالا، اوردر بوک داره پر میشه، قیمت‌های بالاتر هم که برای فروش هست اونها هم پر میکنه. اگر بیایم سرکولتینگ سپلای در نظر بگیریم، حدودا مارکت کپ ما ممکنه ریشیوی بین 1000 هم تا اون به ازای هر $1 که وارد بازار شده از طریق این اوردر بوک تا 1000 برابر میاد اثر میذاره. ما حالا میام تو این ویدیو مرحله به مرحله طنز ماجرا رو واقعا در حد طنزه و تست هوش هم به این دلیل میگم تست هوش برای دارندگان، کسی که با باور به این ویدیو اینو قبول کنه و اینو مبنا قرار بده برای هر خروجی مثبتی از این ویدیو بگیره، نشون میده که من کلمه هوش به کار میبرم، به نظر من بیسوادی بیشتر و این عدم سواد و آشنایی و دانش به این ضریب ها، به این مطالب منتهی میشه به اینکه شما باور کنید قرار این اسید قرار چند صد برابر بشه، چند هزار برابر بشه. این تصمیم گیری ها در واقع بر اساس این اطلاعات غلط چیزی است که داره تعداد زیادی رو در واقع داره متضرر میکنه. اولین چیزی که در اونجا شروع کنیم اینه که ما در نهایت قرار این مالتیپلایر رو از روش درست حساب کنیم، ولی قسمت خنده‌دار داستان اینه که فرض رو برای بذاریم که این داده هست که فرد وقتی ویدیو رو کنیم فرض برای گذاشتیم که داده هست که از یه جایی درستی سورس شده، این اوردر بوک واقعیه، ولی وقتی که خود توییت رو بریم نگاه کنیم، اولین چیزی که خود فرد گفته آقا این گیت هاب من هست، برین فول کد نگاه کنیم. کدی که برین نگاه کنیم ای وای این داده ها یک داده های رندومی هستن که این اوردر بوکی که در واقع تشکیل شده و سایز هر اوردر رو در هر قیمت اومده برسه یک چیز رندوم سردستیه. این داده نیست که واقعا اکسترکت شده باشه از اوردر بوک تجمیع شده بازار، اگریگیت شده بازار. پس همینجا طنز ماجرا باشه کسی که اینو مبنا قرار بده شبیه که مثلا بیاد یک انیمیشنی نشون بده، تو اون انیمیشن مثلا یک مار یه فیل خورده، میگه نگاه ببین مار میتونه فیلو بخوره، یعنی در حد یک داستان کودکانه است. کسی که اینو مبنا قرار بده بگه ببینید حتی میتونه تا 1000 برابر مارکت کپ به 52 تریلیون دلار برسه. چرا؟ چون ویدیو گفته. پس حماقت پشت باور به این توییت از همون اول شروع میشه که گیت ها هم باز نمیکنن که ببینن آقا این عددا که اونجاست عددهای اکسترکت شده از یک API هست، از یک سورس لایوی، از جای خاصی داره میاد. فرض رو برای میذاریم که حتی این دادهایی که اینجا رندوملی هم وارد شدن، فرض کنیم اسنپ شاتی از یک لحظه در یک اوردر بوک یک صرافی باشه. نکته اول اینه که این عددها ثابت نیستن. مثلا اینجا داریم کرکن رو داریم میبینیم اوردر بوک ریپلش یکی از صرافی‌ها با یک جفت USDT، حالا فکر می‌کنم اینجا USD است، ببخشید دلار کاغذی، صدها هزارها صرافی دارن اینو ترید میکنن و هر کدوم اوردر بوک خودشون دارن. اگر در یک لحظه خاصی مدت کوتاه کسی بخواد بیاد اوردرهای اسک رو پر کنه، باید 3 تا فرض بگیره. یکی این که باید به تمام صرافی‌ها رو بذاره روی هم و طرف اسک همه رو پر کنه، چون اینا آربیتراژ میکنن. یه صرافی رو شما بیا بخری قیمت رو بیت کنی، در کسری از ثانیه صرافی‌های دیگه یا اون منابع لیکویدیتی هم میان دوباره تو اون اوردر بوک شروع کنن بفروشن. اگر تو یه اوردر بوک یه صرافی خاص خریداری وجود داشته باشه که همین جوری داره میخره، پس یه اوردر بوک ثابت نیست، صدها و هزارها اوردر بوک در هم تنیده هستن. بعد خود همون اوردر بوک هم در ثانیه به ثانیه داره عوض میشه. یعنی چی؟ یعنی یه سری اوردرها که پر میشن دوباره فروشنده‌های جدید داره اضافه میشه. این نیست که اوردر بوک چیز ثابتی باشه تکون نخوره تا اون خریدار بیاد و تمام اوردر بوک رو در واقع طرف اصل رو فیل بکنه. پس 3 تا نکته: این داده‌های کاملا دستی و کاملا در حد شوخیه، یعنی چی؟ این نفر اومده سری کارش کار جذابی اسمت یه ویژوالایزر درست کرده، ولی عددهای واقعی نیست. عددها از یک API خاص نیومده. فرض رو برای بذاریم که شما بیاین رو وصل کنید به API یک صرافی، فقط یک صرافی نیست، صدها و هزارها صرافی، دهها پیر مختلف داره ریپل معامله میشه. همه اینا رو باید اگریگیت کنی، بعد بیام طرف خریدش رو اینقدر بیت کنیم، اونایی که 2.1 میخوان بفروشن رو بخریم، اونایی که 2.2 میخوان بفروشن رو بخریم، تا بریم مثلا چند ده برابر شدن قیمت رو همینجور اوردرها رو بیام پر کنیم. نکته سومی که فرض رو بزنه اوردر بوک تکون نمیخوره، در صورتی که هر کسر ثانیه داره اوردر بوک آپدیت میشه و خریدارها و فروشنده‌های جدید وارد میشن. پس تا اینجای ماجرا، طنز ماجرا یه جورای تلخ میشه که یک نفر این ابتدایی ترین اطلاعات که باید داشته باشی و در مورد این صحبت کنی که این توییت داره به من یک نشونه میده که قرار مارکت کپ چند برابر بشه، اگر اطلاعات نداری واقعا اینجا دنیای خطرناکی برای شماست. و کسایی که این افراد رو در واقع مبنا قرار، شما فرض کنید ما مترجم داریم که سواد اولیه یا
توانایی درک اولیه مفاهیمو نداره، حالا مترجمه خودش 10,000 نفر 100,000 نفر رو میاد به اشتباه میندازه. دیگه من واقعا نمیدونم اسم اون کسی که پشت این سردار زیر پتو میخواد بره به جنگ این فروشنده ها و خریدارا بره، واقعا به نظر من یا این بات ها و این کسایی که واقعا دانش اصلی و در واقع اطلاعات عمیق‌تری دارن میخواد به جنگ اینا رو بره، من نمیدونم دیگه واقعا اسمشون رو باید چی گذاشت. نکته پایانی که می‌خواستم بهتون نشون بدم، اگر می‌خواید یک سرجمی بزنید که تجمیع این اوردر بوک ها طرف اسکشون چقدر، میتونید شما بیاین از این کوین مارکت کپ استفاده کنید. اگر بیاین تو بخش مارکت، تو بخش اسپات، یعنی بیاین توی کوین ریپل، توی سکشن مارکتش بیاین فقط بازار اسپات رو در نظر بگیرید، کاری به بازار پرپچوال هم نداشته باشین. فرض کنید فقط بازار اسپات، بیاین عمق 2% دپس 2%، یعنی که میگه 2% بالا و پایین قیمت چقدر اوردر اسک وجود داره و فرض رو بذاریم که هیچ کس هم دیگه اضافه نشه به این بازار. شما با برای که قیمت رو تکون بدیم به 2% در کسری از ثانیه، باید پولی که میاد و اون طرف اسک رو پر میکنه باید برای تمام این صرافی‌ها پر بکنه که عددا رو اگه بزنید رو هم دیگه عدد زیاد، یعنی شما با 76 صفحه پر رو بیان شما بیان جمع کنید طرف اسک رو برای عمق 2%، یعنی شیب اینو در بیارید که برای که 2% قیمت تکون بخوره توی اوردر بوک چقدر باید پول وارد بشه. عدد بسیار بزرگتری از عددی است که داخل این در واقع انیمیشن استفاده میشه. پس تا اینجا ماجرا دیدیم که متاسفانه این تست هوش کسر بسیار زیادی، همین توییت تازه خیلی هم به انگلیسی بوده 500,000 نفر چی کردن و اگه برید نگاه کنید تعداد لایک ها و اینتراکشن هایی که بهش وارد شده، کسر خیلی کوچیکی از افراد اومدن اشاره کردن که آقا اصلا این کد از کجا میاد، ای پی آی که مثلا به ای پی آی وصله، دیتا لایو یا نه، و اصلا این ضریبه رو از کجا آوردی. ولی خب من دوست دارم در مورد این ضریبه بیشتر صحبت کنم. این بهانه‌ای بود که در واقع بیایم از چند تا دلهک استفاده کنیم و حالا اون مفهوم طنزی که اینا بدون سواد در مورد صحبت میکنن بیا به صورت واقعی‌تر و پروفشنال‌تر در مورد صحبت کنیم. این مالتی پلایر چقدر برای ریپل، در مورد ریپل صحبت میکنیم، در آینده اگه لازم شد برای ارزهای دیگه هم صحبت میکنیم. برای که بتونیم این کارو بکنیم ما اول باید ببینیم که اگر مارکت کپ تو یک استی داره زیاد میشه، پول واقعی که داره وارد میشه چقدره. چون اگر شما مبنا رو اوردر بوک بزنید، فرض برای بزنید که ما یک API برای هر صرافی پیدا کنیم، برای جفت‌های ریپلش بیایم اگریگیت کنیم، طرف اسک رو بریزیم رو هم دیگه و بیایم این عمق 2% رو برای ریپل حساب کنیم که مثلا برای تغییر 2% قیمت ریپل اینقدر پول ما لازمه بر اساس داده‌های اوردر بوک. بزرگترین مشکل اونه که داده‌های اسک و بیدی که داخل صرافی هستن، داخل اروپا هستن، حجم زیادیشون داده‌های فیک هستن، یعنی علاوه اکانومیکلی معنای خاصی نداره. چرا؟ چون طرف فروشنده و خریدار یک نفر، اینا دارن لیکویدیتی فیک وارد میکنن. حالا وارد مکانیزم اون نمیشم، اسپوفینگ بهش میگن. در واقع فکر میکنم تحقیقات مستقلی که انجام شده بود حداقل تو سال 2020، نمیدونم رگولیشن چقدر دست صرافی‌ها رو بسته، حتی بعضا در مورد شیت کوین ها تا حدود 80 تا 90% حجم فیک رو هم مخصوصا جایی قیمت در حال تکون خوردن شدید هست گزارش شده. پس اون والیوم واقعی نیست. اینو به گواه شما میتونید تحقیق کنید، به گواه تحقیقات بسیار مستند. ولی فرض رو هم بذاریم که ما این والیوم ها درست باشه، شما دسترسی به همه این اوردر بوک ها ندارین، پس حجم فیک اوردر بوک ها خیلی سخته اگریگیت کردنشون، همه صرافی ها همه جا اطلاع دسته، و اینکه لزوما والیوم بالای ترید همیشه به معنای افزایش مارکت کپ نیست. دیگه رابطه کورلیشنی دارن به صورت کیفی، ولی عدد رو نمیتونیم شما یه عددی حساب کنیم که مثلا این اتفاق نظر روش بشه بین همه. نه، با توجه به حجم اطلاعاتی که در دسترس ماست عدد خیلی پرتی است نسبت به عددی که یک نفر دیگه حساب میکنه. پس اجماع به وجود آوردن از بر روی این که چه نسبتی بین حجم والیوم و ترید روی اوردر بوک هست و مارکت کپ اون اسید، مخصوصا اسید های لو لیکویدیتی مثل کریپتوکارنسی ها، بسیار از کار سختیه. پس ما یه روشی نیاز داریم. مارکت کپ رو که داریم اندازه‌گیری میکنیم، سرکولیتی سپلای در قیمت اون هر توکن یا هر کوین اون کریپتو اسید به ما اون مارکت کپ رو میده، ولی اون پول اصلی رو چجور باید حساب کنیم؟ اینجاست که معجزه آنچین در واقع هر ذهن پرسشگری رو در واقع قلقلک میده. خیلی جالبه. ما مفهومی به نام ریالایز کپ، اسمش هم خیلی شنیدید، ریالایز کپ، یا میتونم بگم
ورژن فیلتر شده مارکت کپ هست که در واقع پول واقعی وارد شده به بازار اندازه کنه. من در مورد اینکه مارکت کپ با ریالایز کپ چه تفاوتی داره یک ویدیو داخل یوتیوب هم گذاشتم که حتما میتونید ببینید. ولی خلاصش اینه که توی ریالایز کپ ما میایم حساب میکنیم که مثلا اگر یک کسی ریپلش رو دیروز فکر کنید 100 نفر دیروز ریپلاشون همه $1 خریدن، فردا اون 100 نفر 2 نفرشون میان ریپلاشون رو توی اوردر بوک به قیمت $2 میفروشن، درسته؟ 2 نفرشون، هنوز 98 نفرشون دست به کوینشون نزدن. مارکت کپ اینجا خطا داره. چرا؟ چون خب اگر آخرین قیمتی که ریپل معامله شده حدوداً $2 هست، پس 100 تا ریپل توی بازار هست، ضرب در 2 مارکت کپ میشه $200، درسته؟ در صورتی که اینجا تا دیروز که 100 تا توکن بوده، هر کدوم $1 آخرین قیمت معاملهشون بوده، مارکت کپ $100 بوده. وقتی که ما میگیم شده $200، در واقع $100 به مارکت کپ اضافه که شده به معنای نیست که $100 پول وارد بازار شده. ما فقط 2 نفر رو اومدیم $2 فروختن، اون توکنایی که $1 براش پرداختن. در واقع با ورود $2 مارکت کپ دو برابر شده. این مشکل مخصوصا توی کریپتوکارنسی است که بخش بسیار کوچیکی از سرکولتینگ سپلای میاد در اوردر بوک، مخصوصا تو بازار گاوی معامله میشه، قیمتش میره بالا، ولی اون قیمت داره ضرب در کل سرکولتینگ سپلای میشه، در صورتی که همه اون توکن ها وارد بازار نشدن و این خطا ایجاد میکنه. ریالایز کپ میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا 100 توکن معامله شدن دیروز، هر کدوم $1، ریالایز کپ $100. امروز که 2 تا توکن معامله شدن تو قیمت $2، 2 تا $1 در واقع به بازار اینجکت شد، ریالایز کپ میشه $102. در صورتی که چی؟ مارکت کپ میشه $200. پس این خطا به واقعیت کدوم نزدیکتره؟ اونی که داره فقط اون پول اضافه شده رو میاد در نظر میگیره، $102. این مفهوم ریالایز کپ بسیار مفهوم جذابه، چون خیلی نزدیکتره به واقعیتی که داره اتفاق میفته و پول تزریق شده به بازار. مثلا تو این نمونه ما داریم الان مارکت کپ رو میایم با ریالایز کپ مقایسه کنیم. مثلا در مورد بیت کوین اگر بریم 3 ماه اخیر رو ببینیم، مثلا حدوداً مارکت کپ رسید، بذار توی اوجش رو بریم نگاه کنیم. مثلا فکر میکنم توی 6 اکتبر فکر میکنم که حالا بازار پیک خودش رو دید، مارکت کپ چیزی حدود $2.4 تریلیون بود، ریالایز کپ چیزی حدود $1 تریلیون بود. یعنی اگر از ابتدای تاریخ تا امروز رو در نظر بگیریم، به ازای هر $1 که پول وارد بازار بیت کوین شده امروز روز و پولی که رسوب کرده و مونده در بازار حدود $2.4 رشد کرده. یعنی یک ریشیویی بین 2.4 و 2.5 اگر امروز و روزی که ساتوشی اولین بلاک، حالا هر کسی که بوده منتسب به ساتوشی است، در واقع ماین کرده، اگر از اون روز تا امروز در نظر بگیریم، به ازای هر $1 که وارد بازار شده و رسوب کرده، ضریبی بین 2 و 14 هم داریم می‌بینیم. این ضریب اسمش رو می‌ذارن MVRV Market Value to Realized Value، که در واقع میاد چیکار می‌کنه؟ تو هر لحظه اون پولی که وارد اون asset شده رو در نظر می‌گیره، ریالایز کپ، مارکت کپ هم که میشه قیمت ضرب در سرکولتینگ سپلای در نظر می‌گیره، مارکت کپ رو تقسیم بر ریالایز کپ کنیم، میگه که از ابتدا تا اون روز به ازای هر $1 مارکت کپ چقدر اپریشیت کرده، که اگه دقت کنید توی بازار گاوی عدد به شدت زیاد میشه، توی بازار خرسی حتی به عدد نزدیک 1 یا زیر 1 هم میرسه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما مبنا رو قرار بدیم بازار گاوی، تو اون لحظات به ازای هر $1 که پول وارد میشه، به خاطر هیجانی که وجود داره، مارکت کپ رشد شدیدی میکنه. ولی در واقعیت در بلند مدت ما باید میانگین کلی اینو در نظر بگیریم و بگیم اوکی، مثلا اگر میانگین 5 سالش یا 4 سالش رو در نظر بگیریم، در کل تاریخ اون کریپتو اسست به ازای هر $1 که اومده و مونده در بازار، مارکت کپ چقدر میشه. یا در واقع ما میتونیم این ضریب رو برای یک بازهای کوتاه مدت حساب کنیم، میتونیم برای بازهای میان مدت حساب کنیم و میتونیم به صورت کلی برای کل تاریخ اون اسست حساب کنیم. بریم الان همین MVRV رو در واقع از بازهای بلند مدت، کوتاه مدت و به صورت خاصه تو این سایکل بریم برای ریپل حساب کنیم. اول چیزی که خیلی جذابه اینه که ما اگر بیایم MVRV ریپل رو در نظر بگیریم که این خط فکر کنم صورتی رنگ باشه اینجا، بذار کمی هم زوم کنم اگر بتونم، زوم کنم کمی، اوکی اینجوری بهتر میتونیم ببینیم. اگه برای ریپل نگاه کنیم، این ضریب یا MVRV یعنی ضریب که به ما میگه به ازای هر $1 که وارد بازار در واقع ریپل شده، چقدر مارکت کپ
افزایش پیدا کرده و اونجا وایساده. اگر به صورت مقطعی نگاه کنیم توی بازارهای گاوی این ضریب به 2.5 هم رسیدن. این خط صورت رنگ خط میانگین بودن 30 روزه است. حالا بگیم حالت اکستریمش توی یک روزهای خاص حتی به 4 هم رسیده. یعنی اون ویدیو که داریم اونجا ما داریم میبینیم که طوری میگه 1000 برابر به ازای هر $1 که وارد بازار بشه $1000 به مارکت حساب میشه. شما فاصله این 1000 و عددی که الان ما دیدیم، یک از روش‌هایی که میشه حساب کرد اینه که بودن 3 دیگه، حالا بگو ماکسیمم 4 هست، تفاوت به 4 و 1000 میشه در واقع همون تخمینی بر عدم سواد، یعنی دلقک بودن اون فیلم داره. یا میتونیم اندازه‌گیری کنیم کسی که 4 رو میتونسته مثلا با مطالعه بیشتر، با کسب داده بیشتر جذب کنه، ولی روی 1000 به توافق رسیده و براش عدد منطقی هست. این عمق حماقت اون فرد رو شما میتونید دقیقاً 1000 به 4 بوده 250 برابر یه آدم معمولی که کمی تحقیق میکنه ایشون احمق‌تر به نظر من. یعنی یک جورایی شما میتونید از این داده استفاده کنید، عمق حماقت افراد هم حساب کنید. پس این ضریبه اگر بیایم اولین بلاکی که یا حالا ریپل قیمت خورده روش توی صرافی تا امروز مبنا قرار بدیم، هر $1 که وارد بازار شده، وارد بازار ریپل شده، در روزهایی که بازار گاوی بوده تا حدود $4 باعث افزایش قیمت ریپل شده و تو روزهای معمولی چیز حدود نزدیک به 1، یعنی هر $1 که وارد شده $1 در واقع مارکت کپ روش کرد. در نظر بگیرید که ما داریم رسوب پول رو فعلا در نظر میگیریم، چون لحظه که پول وارد میشه ممکنه قیمت رو یک جهش زیادی بده، ولی حالا بعد شروع کنه سر پولم خارج میشه. تو لحظه ای ما باید بریم تو لحظه بریم نگاه کنیم. یعنی این عدد حدوداً تا 4 عدد بسیار بدبینانه، یعنی حالتی که یک توکنی خریداره بشه، یه سری افرادم در قیمت بالاتری افراد بیان در بازار خرسون رو بفروشه، بعد با تفاوت حساب کنیم چقدر پول رسوب پیدا کرده، بعد اون میزان رسوب رو مبنا قرار بدیم و بگیم که مارکت کپ چقدر افزایش کرده. پس کف اون تخمینی که ما میتونیم بزنیم چیزی بین 1 تا 4. این بازه بلند مدت بازار ریپل است که معمولا تو بازار تو اسطهای مختلف هم همین حدودا رو ما میبینیم، عددهای بالاتری نیست، میره تو چند برابر، تو 3 تا 4 برابر، 5 برابر. در واقع هر $1 که وارد بازار میشه مارکت کپ افزایش پیدا میکنه. به مرور چون یه سری پول خارج میشن، اون چیزی که رسوب پیدا میکنه نسبت به اون مقداری که مارکت کپ افزایش پیدا کرده تو بازار خرسی رو مبلغ قرار بدیم، میشه چیزی حدود یه برابر. پس 4 کجا 1000 کجا؟ بریم حالا بگیم اوکی نه یکم این دیگه خیلی بدبینانه است، بریم کمی کوتاه مدت تر رو در نظر بگیریم. بریم آقا نه مثلا اگر تو 1 ماه گذشته پولی که وارد شده چقدر مارکت کپ رو افزایش داده، بریم شورت ترم تر نگاه کنیم. یعنی چی؟ یعنی تغییراتی داشتید توی حساب می‌کردیم، بجای که بیام از روز اول تغییرات در ریالایز کپ رو در نظر بگیریم و بیایم مقایسه کنیم با تغییرات در مارکت کپ از ابتدای تاریخ، بیایم یک بازه کوتاه مدت رو در نظر بگیریم، بازه 90 روزه رو بیایم در نظر بگیریم یا 30 روزه رو بیایم در نظر بگیریم. اگر بیایم زوم کنیم شیب این نمودار رو که چقدر مثلا مارکت کپ افزایش پیدا کرده تقسیم بر شیب این ریالایز کپ که میزان پول ورودی رو در نظر میگیره، اینا رو بیام شیبشون رو برام تقسیم کنیم، یک نسبتی به دست بیاریم، به عددی بین در بیشترین حالت به عدد حدود 20 میرسیم. 19 18 24 چی ما میگه توی برهای کوتاه. اگر ما به جای که بیام نگاه اولین روزی که ریپل روش قیمت خورده تا امروز بیام همه رو در نظر بگیریم و نسبت رو به دست بیاریم، بیام نه فقط اون چند روزی که بازار گاویه و شدیداً قیمت داره افزایش پیدا می‌کنه رو بررسی کنیم. توی مدت کوتاه، تو مدت کوتاه اولیه که یه پولی وارد $1 وارد بازار میشه، بازار چه جهشی میکنه، مارکت کپ دیوانه وار میره بالا. فقط این تیکر رو در نظر بگیریم. چون فرض کنیم که این فینفلوئنسرها همه گوی جادویی دارن و میتونن روز قبل از اون که این بازار جهش بکنه رو به شما بگن، اون قلن به شما بگه شما بفروشین. فرض کنید شما تو برهه دستی که خیلی 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 آمارن بعیده که یه نفر بتونه کف تو لحظه بخره و تو سقف بفروشه و این جهشه رو بتونه در واقع کپچر کنه. معمولا بعد از اینکه تاپ مارکت دیده شد افراد شروع میکنن ریالایز کردن و خارج شدن و گرفتن اون $20 $24 افزایش مارکت کپ تون تکانه تون حالت بازار گرم خارج شدن کمی تصمیم خیلی سخته. ولی حتی فرض رو بر این بذاریم که یک نفر میخواد برای یک بازی 90 روزه وارد بازار بشه و دقیقاً همون 90 روزی هست که بازار قراره بیشترین مارکت کپ مالتیپلایر رو داشته باشه، عدد دیگه بالاتر از 24 نرفته. خیلی خنده داره واقعا. یعنی که هر چقدر دستمون رو بالاتر بگیریم بازم ما به 1000
نمیرسیم. یعنی برای که شما مارکت کپ ریپل رو معمولا مثلا فرض کنید اون عددی که به شما میگم من نمیدونم، آخه عددا خیلی عددهای، بعضیشون مثلا از مارکت کپ کل اس&پی هم قرار زیاد بشه ریپل، بعضیش قرار از کل مارکت کپ کامودیتی هم زیاد بشه. تو بعضی از توییت ها من نگاه میکنم. حالا من کار ندارم به کجا قرار برسه، در بهترین حالت شما برای که به مارکت کپ برسین باید 1/24 حداقل پول وارد بازار بشه، نه 1/1000. ما به حجم زیادی از پول نیاز داریم که در واقع اون مارکت کپ و اون مقدار تغییر بدیم. حالا بریم فقط 1 سال 2 سال اخیر رو ببینیم، بگیم اوکی بازار قبلا قدیم بوده، ریپل روش فشار خبری سنگینی منفی بوده و عوض شده بعد از اینکه حالا ETFش اومده. حالا من نمیدونم اون داستان قضایای حالا مشکلاتی که با دادگاه داشتن اونا رو به هر حال تاثیر منفی داشت، نمیتونیم اون رو کتمان کنیم. فضای مثبت‌تری باشه دیگه. الان مثبت‌ترین حالت ممکن برای ریپل باشه. بیا فقط تاریخ اخیر رو مبنا قرار بدیم. یعنی چی؟ یعنی نگاه کنیم آقا از اوایل سال 2024 که دیگه ETF های بیت کوین هم داشتن می اومدن، خبرهای مثبتی بود برای کل کریپتو من جمله ریپل. بیا اونجا رو مبنا قرار بدیم. یعنی چی؟ یعنی میگم آقا گذشته تموم شد رفت، بیایم نگاه کنیم بگیم از ابتدای سال 2024 تا امروز که در واقع 11 دسامبر 2025 هست، بیایم بگیم به ازای هر $1 که به ریلایز کپ اضافه شده یا پولی که وارد بازار شده و مونده، مارکت کپ چند برابر افزایش پیدا کرده. پس از ژانویه 2024 مبنا قرار میدیم. اگه بیایم زوم کنیم و بگیم اوکی یه نفر با دید 90 روزه وارد شده، یه نفر با دید 1 ساله وارد شده، یک نفر هم نه همون از اول که از تمام کسی که از سال 2024 وارد شده همه رو مبنا قرار بدیم. در بیشترین حالت یعنی جایی که بازار داشته یک حالت نوسانی یوفوری که از خوشش بود. یعنی چی؟ یعنی به ازای هر $1 که وارد مارکت ریلایز کپ بشه ببینید تغییرات کم، مارکت کپ داشت تغییر شدیدی میکرده. فرض کنیم تمام بچهای مخاطب کامیونیتی ریپل همه فرصتی رو داشته باشن که اینجا وارد بشن و اینجا میفروختن. در بهترین حالت نگاه بکنیم یعنی مارکت کپی که تونسته به ازای هر $1 پول واقعی که وارد بازار شده و رسوب کرده مارکت کپ افزایش پیدا کنه حدود 27 برابر بوده. یعنی در بهترین حالت، در بهترین تخمین، اون مارکت کپ مالتیپلایری که داخل این انیمیشن به نمایش گذاشته شد که از 170 تازه شروع میشد، یعنی مینیمم 170 بود تا 1000 خورده هم رفت، عدد واقعیش چیز حدود 25 24 27 دیگه. بگیم تو حالت اکستریمش 30 1000 خیلی عدده. یعنی واقعا من حتی نمیتونم تصور کنم که یه نفر با چه مبنایی میتونه این عددا رو حساب کنه و این خیلی خطرناکه. و امیدوار بودم که تو جامعه فارسی خیلی میدونم انتقاد کرده بودن که آقا این چیه مسخره، ولی با داده باید با اینجور موجهای که در واقع تشویق میکنن افراد رو به تصمیم گیریایی که معمولا از روی طمع و بیسوادی هست، باید با این حماقت این فینفلوئنسر رو با نمودار در واقع مقابله شد. آره طنز خوبه، من کاملا موافق طنز و ترول کردن هستم. کلی هم دیدین که حجمه وارد میشه، کلی هم خیلی هم لطف میکنن و کلی فوش و این چیزا در واقع مقابله میکنه. اون واسه خنده است، یعنی وقتی شما ابزار نشته باشی میری سراغ اون، ولی ما باید از هر 10 نفری که ترول میکنه یک نفرم با داده بیاد مقابله کنه با این حجمی از در واقع نفوذ این دلغک‌هایی که به اسم فینفلوئنسر با کشیدن چند تا خط روی چارت 1027 رو برای شما تبدیل میکنن به 1000 و باعث کلی ضرر یا unrealized loss بین مخاطب ما میشن. یه سوالی که البته من نیاز تحقیق بیشتری کنم بود که فکر میکنم تو ذهن هر فرد حالا منطقی و منصفی باشه، این ETF ها اومد چرا قیمت افزایش پیدا نکرد؟ مخصوصا برای اتریوم خیلی، حتی خود منم انتظار داشتم که این در واقع این ETF ها به حال یک مومنتوم ایجاد کنن که جفت دلاری اتریوم رو نمیگم به یک نیو آل تایم های، حدود آل تایم قبلی بیارن بالا، چون ETF ها یک در واقع ابزاری بودن که این تفکری که پارسال من داشتم که قرار کمک کنن به رشد عجیب و غریب بسیار حداقل هر استی که ETF داره. چرا؟ چون مثلا فرض می‌کردم که مثل خیلی‌ها که این در واقع اینستیتوشن ها تا دیروز رگولیشن بهشون اجازه نمیداده که اون اسید کریپتو اسید رو به بالانس شیت خودشون اضافه کنن. حالا به واسطه ETF ها یک دیمند جدیدی که تا حدودی درسته، بعضیا واقعا می‌خواستن اینو اضافه کنن، حتی همون ریپل هم حداقل شرکت معروفی بودن چند تا که می‌خواستن به بالانس شیتشون اضافه کنن. ولی وقتی بری بخونی کاربرد ETF ها چی بود، ولی وقتی بری بخونی ببینی کشنکری چیه،
چرا بعضی از اینستیتوشن‌ها میان داخل در واقع بازار ETF یا هر استی رو که ولاتیلیتی داشته باشه دوست دارن بخرن، ولی این همه ماجرا نیست. در واقع همون مفهوم کشنکری رو اگر بریم مطالعه کنیم که خلاصش میشه اینه که فرض کنید به یک روشی یک سری افراد که صاحب در واقع پول دلار زیادی هستن دوست دارن به یک درآمد لو ریسک یا نوترال، یعنی بدون ریسک در واقع یا ریسک بسیار مینیمومی برسن و برای بخششون که استراتژی کشنکری رو میخوان فالو بکنن یکی از بهترین روش‌ها دنبال استی که هر چقدر اتفاقا هیجان درش بیشتره، هر چقدر درش در واقع گله ها و ارتش های شدیدتری روش توی برهه کوتاهی هم که شده باشن برای اونا پولسازتره. کشنکری یعنی چی؟ یعنی که شما فرض کنید به یک روش شما توی بازار اسپات معادل $1 از اون اسست رو بخرید که حالا ETF ها میان فسیلیت میکنن، به جای که بره از بایننس بخواد بخره میتونه به تو بروکر بخره، خیلی جای رگولیتد و در واقع قابل در واقع چون شما نقدینگی رو وقتی که شرکت مثلا پابلیک کمپانی باشی به همین راحتی نمیتونی تا دیروز بری ریپل رو بخری. الان که ETF هست خیلی قانونی و به صورت این رو بالانس شیت خودت میتونی بگی من انقدر ریپل حالا تیکرهای ETF دارم، انقدر بیت کوین دارم از ETF فلان. حالا چرا بعضی از این صاحب نقدش رو کشنکری میرفتن اونا با خریدن معادل $1 ریپل در بازار اسپات در همون لحظه با خریدن معادل $1 پوزیشن شورت طرف شورت معاملات فیوچرز ریپل قرار گرفتن، چی رو در واقع دارن جمع میکنن؟ پریمیوم یا فاندینگ ریت. در واقع این فاندینگ ریت یعنی چی؟ یعنی قیمت اگه $1 بره بالا اسپاتشون گرون میشه، موقعیت شورتشون میره در ضرر با ضریب 1 اگه فرض کنیم که میگیرن. اگر هم اسست ارزون بشه اسپات $1 ارزونتر میشه، پوزیشن شورتشون $1 در سوق قرار میگیره. یعنی دلاری ارزش دلاری این استراتژی در حال تغییر نیست، یعنی دلاری ضرری نمیکنه. اون فاندینگ ریتی که چون بازار اکثرا اگه دقت کنید بیشتر مثلا کریپتو اسست ها فاندینگ ریت مثبت دارن، حالا مثلا بایننس که کپ میکنه یعنی مینیمم کفو میذاره رو 1% مگر که بازار به شدت خرسی باشه، فاندینگ ریت در اکثر مواقع مثبته و این پریمیوم جمع میشه. در بعضی از اسست ها مثل ریپل هر چقدر شیت کوین هیجانش بیشتر باشه، هر چقدر اون رمال چارتیستا روی بازار پرپچوال یا فیوچرز فوکس بیشتر داشته باشن اون فاندینگ ریت در واقع بیشتره. به صورت سالانه اگر تجمیع کنیم 20 35 تو حالتهای دیوانه‌وارش حتی سالانه‌اش در نزدیک به 60% هم رسیده بعضی از اسست ها، نمیگم همه اسست ها. در مقابل اگر می‌خواستن برن ریسک فری اون پول رو برن اوراق قرضه بخرن 3-4% حالا مثلا می‌خواستن رو پولشون پول در واقع اینترست جمع کنن، ولی فاندینگ داره روی کریپتو اسست ها بهشون چیزی حدود 10-12% حداقل حالا یه استی مثل بیت کوین که سیف است داره میده در بدترین حالت یا برسیم به 20 خورده. پس در واقع اگه براتون سوال بوده کی در مقابل شما داره شورت میکنه، مگه همه باهوش نیستن؟ مثلا فرض کنید الان قیمت داره همه بریم لانگ کنیم دیگه، کی اصلا داره شورت میکنه در مقابل شما؟ در واقع همون کسایی هستن که دارن کشنکری میکنن، دارن فاندینگ ریت رو جمع میکنن، دلاری پولشون تغییری نمیکنه. حالا اینو کجا میتونیم ببینیم؟ من فکر کنم حالا اینو با تحقیق کنم استیمیتی که امروز از توتال IUMی که توی ETF های در واقع فکر میکنم ریپل بود چیزی حدوداً $1 بیلیون بود. حالا میگم باید ارتش ممکنه بیا من امیدوارم ارتش بیان منو آپدیت کنه عدد ممکنه باشه، ولی حالا فرض کنیم همین $1 بیلیون به واقعا نزدیک باشه. نمیدونم چند تا ETF رو داره ترک میکنه این وبسایت، ولی حدوداً $1 بیلیون. بعد بیایم CME رو ببینیم. CME در واقع هم بازار فیوچرزی است که بهتون امکان میده قرارداد شورت رو بخرید، چون اینستیتوشنال لزوما داخل وارد بازار پرپچوال به راحتی نمیتونن بشن، چون میگم نقدینگی رو نمیتونن میگم ما الان فرستادیم به والت بایننس. برای خیلی از کمپانی‌ها مثل پابلیک کمپانی‌ها مجبورن توی رگولیتد بروکرها بیان معامله کنن و CME این امکان رو بهشون میده که یک چیزی شبیه همون قراردادهای پرپچوال رو بیان باز کنن، ولی فیوچرز با اکسپایری و دیت خاصه ولی همون مفهومو داره. به جای فاندینگ ریت هم از کلمه پریمیوم استفاده میکنن، پریمیوم جمع میکنن. اگه دقت کنیم چیزی حدوداً توی سقفش بودن بعد 500 خورده میلیون دلار رسید. یعنی چی؟ یعنی حتی اگر بیایم 500 میلیون دلار رو فرض کنیم که تنها بازاری که میشه توش فیوچر انجام CME، در صورتی که کلی بازار دیگه هم مثلا قرارداد فیوچرز یا پرپچوال بیام در نظر بگیریم، خیلی مثلا به CME شاید نخواهن کار بکنن، میخوان اسپاتشون رو داخل ETF بخرن، ولی خب نقدینگی آزاد جایی دارن که میتونن دیپلوی کنن توی پرپچوال، چون که معمولا فاندینگ ریتی که توی پرپچوال جمع میشه مجموعش توی سالانه یک کمی بهتر از پرمیومی است که توی بازار فیوچرز جمع میشه، مقدار به واسطه اینه که فاندینگ خیلی زودتر آپدیت میشه نسبت به پرمیوم و کلا والیوم پرپچوال
از بازار فیوچرز معمولی که قراردادهای با اکسپایری‌های مشخص داره معمولا بهتره. ولی فرض رو برای بذاریم که فقط توی CME داره کشنکری انجام میشه، در واقع چی؟ نیمی از این 1 بیلیون دلار در واقع نزدیک به نیمی ازش داره به نظر میرسه به خاطر کشنکری بوده. یعنی اون خریده در بازار ETF های ریپل همه تقاضا نیست، همه اون کسایی اینسپیریشن نیومدن ریپل رو بخرن چون فینفلوئنسر حالا اون چیزی که به شما دنبالش میکنین قرار شده میگه قرار سویفت رو بریم بگیریم، اونا به این باور ندارن. نه، اونا میبینن یک ارتشی هست که به واسطه این فینفلوئنسرها دارن تقاضا ایجاد میکنن، لیکویدیتی میارن وارد بازار پرپچوال میکنن، فاندینگ ریت بسیار سکسی و جذابه، پس چه کار کنیم؟ بیام بریم اون کشنکری رو انجام بدیم و فاندینگ ریت جمع کنیم. پس اینکه ETF ها تقاضای واقعی در بازار ایجاد نکردن، بخش عظیمیش به خاطر همین کشنکری است. و در مورد بیت کوین و اتریوم هم همینه، یعنی اونا هم بخششون چی بوده، ولی اونا 50% یا 60% در بعضی از بره‌ها رو به نظری 50-60% معادل آیوم ETF شون CME باز نشده توی از سال 2024. بخش خیلی کوچیکی هست. یعنی تغییرات رو نگاه می‌کنید، تغییرات در ETF ها مخصوصا در مورد بیت کوین بسیار شدیدتر و بزرگتر از در واقع افزایش حجم CME از اون تاریخی که ETF ها لانچ شدن است. نمیتونیم اون اضافه شدن آیوم ETF ها رو بخش زیادش رو مثلا 50-60% رو به مرتبط کنیم به CME و این خیلی دردآوره که مثلا اینو من شاید باید پارسال در مورد کنم چون اصلا نیازی نبوده و خود من موقع اصلا شاید اطلاعات کافی نداشتم. ولی اگر دنبال جواب هستین، بخش بزرگی از این تقاضا یا اون فشار فروش خریدی که از طرف ETF ها به بازار ریپل وارد شد، در مقابلش داشت در بازار فیوچرز شورت باز میشد و این خودش تقاضای خنثایی رو به بازار وارد میکنه. بیشتر دارن پول خارج میکنه از جیب کسی که دارن فاندینگ ریت یا پریمیوم پرداخت میکنن. چیزی که میخواستم حالا براش تحقیق کافی نکردم ولی خواستم در واقع کیبورد بدم به خواننده که برن خودشون بخونن، چون خیلی من دیدم که مثلا این مثلا دغدغه بازی که اینفلوئنسرهای مخصوصا ریپل میکنن صحبت از سویفت میکنن، اگر اینقدر درصد از حجم سویفت روی ریپل بیاد اینقدر مارکت کپ میره بالا. یه حرفا رو من خیلی شنیدم، یعنی اون دماغ قرمزی که میزنن روی صورتشون و این دغدغه بازی در میونه که از اون دماغ قرمز روش کلمه سویفت نوشته شده. فقط من قبل از اینکه ویدیو رو تهیه کنم یک سوال جواب ساده کلیشو میدونستم ولی دوست داشتم کمی مستدل‌تر باشه و با رفرنس باشه و خیلی میتونید دوباره همین سرچ بکنید. چیزی که دوست داشتم بگم اینه که اول سویفت مثل ویزا، مثل ریپل یا مثل در واقع مسترکارد پولی جابجا نمیکنه. سویفت یک سیستم کامیونیکیشن، در واقع سیستم مسیجینگ هست که برای دو تا انتیتی که میخوان پولی به هم منتقل کنن کانفرمیشن میفرسته، اینستراکشن میفرسته که این پول رو از این حساب به اون حساب منتقل کنه. خودش نقدینگی نداره، اصلا سویفت کورپوریشنه، یک سیستم در واقع انتقال و تلکامیونیکیشن تو دنیای مالیه. درست؟ پس اگر مثلا فرض رو بذاریم که میگن سویفت حدوداً چه میدونم 150 تریلیون دلار اگر سالانه، فکر می‌کنم عددی که من پیدا کردم در آخر حدوداً 5 تریلیون دلار در روز میگن ترانسفر والیوم داره، خودش پولی معامله نمیکنه، خودش پولی جابجا نمیکنه. سویفت در واقع کانفرمیشن صاحب پول رو به اون انتیتی که پول اون صاحب پول دستش هست منتقل میکنه توی حالت سکیور و اون کانفرمیشن معتبر سکیوره و اون پول رو منتقل میکنه از حساب A به B. پس خود سویفت در واقع ترانزکشن فی از کسی نمیگیره، داره پول مسیج فرستادن های سکیور رو در واقع داره جمع میکنه. پس اون 5 تریلیون دلار یا 150 تریلیون دلار سالانه عددی نیست که خود سویفت جابجا کنه و بیایم با ریپل مقایسش کنیم یا بیایم با ویزا مقایسش کنیم. اصلا اگر بیایم جدول کلی فکر می‌کنم داشتم نگاه می‌کردم سرچ می‌کردم با چیز مقایسه می‌کردم با مثلا حالا ویزا یا مستر نگاه می‌کردم، والیوم در واقع چیزی که به سویفت اتریبیوتد یا سویفت کمک میکنه فسیلیت میکنه 150 تریلیون دلاره، ولی با اون 17 تریلیون دلار یا 10 تریلیون دلاری که مسترکارد و ویزا دارن جابجا میکنن، اونا پول که دارن ترانسفر میکنن ذاتش فرق میکنه با اون کاری که سویفت داره میکنه. سویفت داره اون مسیجر رو در واقع مدیریت میکنه، پولی دست سویفت نیست و عدد 150 تریلیون دلار با 10 یا 17 تریلیون دلاری که مسترکارد ویزا جابجا میکنه علت تفاوت چند چون خود سویفت پولی جابجا نمیکنه، مسیج هایی که میفرسته اتریبیوتد هستن، منتسب هستن به 150 تریلیون دلار. پس این از این سویفت پولی جابجا نمیکنه. پس
نمیتونیم ما با سویفت مقایسه کنیم. درست؟ بعد رونیوی که در واقع مسترکارد یا ویزا دارن جمع میکنن، درآمد پولی که در واقع وارد شرکت مسترکارد ویزا میشه از محل رونیو، از اینکه داره پول واردش میشه، پول رو جابجا میکنه، از اینکه این شبکه پرداخت رو داره مدیریت میکنه، چیز حدود 12 تا 14 برابر. یعنی چی؟ یعنی پولی که داره جابجا میکنه، فرض رو بذاریم یک ریشیو بگیریم بین مارکت کپشون و اون رونیو، اون محل درآمدش از این. ولی مثلا شما حساب بکنین در واقع اون پولی که باید وارد به ریپل بشه، همین نسبت هم در نظر بگیرید، با اون عدد 1000 خیلی خیلی متفاوته. و چیزی که برای در واقع آزار میده اینه که اون عددها برای باور شما باید برید یک شرکت، یک انتیتی که داره ادعا میشه قرار ریپل جاشو بگیره، یا هر اسست دیگه که یک یوتیلیتی داره قرار یک نمونه واقعیش رو تو دنیا پیدا کنه و بگیم این قرار اونو بگیره، برید رونیو انتیتی رو در بیارید، فرض رو بذارین این نمونه بلاک چینیش بره همه اون رونیو هم جذب کنه، بعد ریشیو بین رونیو و مارکت کپ و انتیتی رو بردارید، ببینید اگه قراره این رونیو رو بره جذب کنه، آیا اول اصلا به اون حد میتونه برسه اون رونیو، بعد مارکت کپش آیا ضریب 1000 میخوره یا نه. اون موقع خیلی واقعیت ماجرا براتون شفافتر و قابل دسترس میشه. این چیزی بود که من دوست داشتم بگم. هدفم حالا با شوخی و ترول و اینا بود، ولی بیشتر دوست داشتم این پای افرادی که الان سرشون توی آسمان‌ها هست و ممکنه این براشون ضرر ایجاد بکنه، پاشون رو بیارن روی زمین و روی زمین واقعی کمک کنم که راه برن. و اینو از صمیم قلب میگم، امیدوارم واقعا امروز همه بخوابیم و صبح ریپل $1000، $2000، $10,000 بشه. جدی میگم اینو، چون میدونم حجم بسیار زیادی از پول مخصوصا بچه‌های فارسی زبان روی این گذاشتم و برای من واقعا دردناکه اینکه اصرار دارم به این ویدیو و این پافشاری میکنم، بیشتر واسه که اگه بتونم یک نفر رو هم زودتر، نه که بگم به ریپلشو بفروشه، چون میگم بازم ریپل ممکنه $10,000 بشه، دوستمون $9,998 ضرر کنه. دوستان اگر تصمیمی داره میگیره برای خرید این اسست و بت کردن روی اسست، با این داده ها در واقع تصمیم گیریشو شاید تغییر بده، یا اگر داره تصمیم گیره با دانش به این اطلاعات یکم به واقعیت نزدیک‌تر بگیره، نه اینکه بر اساس مثلا یک سیرکی که چند تا فیلم فلوئنسر را میندازن بخواد خدای نکرده اون تصمیماتی که میگیره بر واسطه اون دلقک بازی باشه. چون دلقک بازی‌ها بیشترشون پید هست، حتی اگرم پید هم نباشه، به خاطر ایگو، به خاطر اینکه اون فرد احساس رضایت میکنه از اینکه بگه من گفتم. این خیلی چیز خطرناکی است، متاسفانه جلوش هم نمیشه بگیریم. تنها روشی که میشه باشه مقابله کرد به نظر من همین ایجاد سوال و توضیح بهتر و دقیق‌تر مفاهیمی مثل مارکت کپ مالتیپلایر، ریالایز کپ، مارکت کپ، اوردر بوک، دپث اوردر بوک، اگریگیتد اوردر بوک، در واقع کش اند کری. این واژه است که من دوست دارم شما برید یاد بگیرید، ولی در واقع ماجرا کسی ریپل بخره یا نخره در واقع به من نوعی لطمه نمیرسونه یا سودی هم نداره نخریدن بقیه. امیدوارم که واقعا این مطالب شما کمک کنه که تغییر بیشتر کنید. اعلام ارادت میکنم به ارتش ریپل و امیدوارم که ریپل $1000 ببینیم دیگه. منتظریم. فکر کنم کفش تو جامعه فارسی از $100 شروع میشه. امیدوارم که $100 رو حداقل به زود ببینیم که کلی بیلیونر و میلیونر ما نیاز داریم برای فردای ایران. موفق باشید. خدا نگهدار.